چی شد؟ چی گفت؟ گفت لوکیشن میفرستم بیا اونجا. علی پیام داده. میگه که حالمون خوبه، نگران نباشید. بچه‌ها من میرم ببینم چه خبره. به حرفاش اعتمادی نیست، حسابشو میرسم. سیران وایسا، لوکیشن رو بده ببینم اصلا کجاست. اینجاست. ببینم، نمیدونم کجاست. میبرتشون اینجا؟ آها. اینجا جای لوکسیه، نمیشه همینجوری رفت اونجا. خب باشه، اینجوری نمیری. پلین خوبی؟ نکنه کسی حرفی بهت زده؟ نه، به فرید زنگ میزنم جواب نمیده. بهتره به این رفتار رو شادت کنی. از این به بعد فقط به فکر بچت باش، چون هیچ چیز مهمتر از بچت نیست. معمولا اینجوریه، شب هر جا باشه تا صبح اونجاست. گلگون بیا. من درکت میکنم. اومدنت برای اونم شوکه کننده بود، همونجور که مادرت اونجا موند. پلین به زور رازش کردم فردا شام بیان اینجا. کاش با من در میون میذاشتی. شما که خودتون تو این عمارت هستین، فکر کردم برای شام میایین پایین. پلین آها، چطوری؟ خوبم. اوه، شما هم دیگر رو میشناسی؟ ما از لندن هم دیگر رو میشناسیم. سالها بود همون ندیده بودیم. درسته. برای شام نتونستم بیام، ولی میخواستم قبل از فردا صبح یه چیزی بهتون بگم. دوباره همه کارا رو خودم انجام میدم. یه وقتا میرم شرکت و یه وقتا هم میرم به کارگاه سر میزنم. برهان، تو هم دیگه اینقدر با موتور این ور اون ور نرو، ول نچرخ. فهمیدی؟ همونطور که حرف زدیم تو باید به یه سری از کارهای شرکت رسیدگی کنی. به روی چشم با. پلین دخترم، به خانواده ما خوش اومدی. آینده ی خانوادمونو به اینجا آوردی. راستشو بخوای باعث شدی تحملمو زیاد کنم و بیشتر دل به کار بدم. تو و دخترم سونا خانومای این عمارت میشین، ولی به این راحتی ها نیست. آسمان. بله آقا جون. اصالت و ظرافتت دخترم زبان زده همه ماست. تو این سالها نه یک بار سرفکندم کردی و نگذاشتی کسی پشت سرت حرفی بزنه. خدا شاهده که وفاداری تو نسبت به خانوادمون به بهترین نحو نشون دادی. ممنون آقا جون. از این به بعد ازت میخوام که به سونا و پلین راه و روش درست رو نشون بدی و کمک حالشون باشی. چشم آقا جون. خوب میدونم که همیشه دلت میخواسته بیرون کار کنی. اگه بتونی از پس دوتاش بر بیای، کارتو تو شرکت آماده است، ولی بذاریم ماجرا تموم شه. اول همه چی رو درست کنیم، بعدش کارتو شروع کن. چشم، هرچی که شما بگین. شوکت، مسئله‌ای که صبح حرفشو زدیم برای همیشه تموم میکنی.
زنی که به سن نوه‌دار شدن رسیده نه میتونه جدا بشه نه ازدواج مجدد کنه. چیزی که از بزرگترها یاد گرفتیم اینه که شکرگزار این لحظه باشیم. قدر چیزایی که داریم و میدونیم و برای چیزایی بیشتر تلاش میکنیم. ولی بابا حرفم تموم نشده. ایفاکات، تمام این سالها بار مسئولیت این خانواده به دوش تو بوده. خیلی هم زحمت کشیدی، ولی از الان به بعد میخوام تو و شوکت از آسمان حمایت کنین و از هر دوتون تو این عمارت انتظار دیگه ای ندارم. امیدوارم متوجه شده باشی. ببخشید آقا جون هالیسی، نه یعنی عادت کردم اینجوری بگم. آقا جون اگه صلاح بدونید منم دوست دارم یه جا مشغول به کار بشم. عالیه، خیلی عالیه. بهش فکر میکنم. شما تازه ازدواج کردین، بهتره یکم دیگه بگذره باشه. منم این مدت سعی میکنم دنبال یه پست مناسب برات باشم. خوبه؟ خب حرفام همین بود. شب همگی خوش. بابا من میخوام طلاق بگیرم. اورهان، چی بهت گفته بودم؟ مگه نگفته بودم این مسئله رو با زنت حل کن؟ اگه من و اون هم نظر بودیم کارمون به اینجا نمیکشید بابا. ببر صدا تو این سالا فقط بلد بودی مثل یه خانم این ور اونور بگردی. گرونترین جواهرات رو انداختی، بهترین لباس ها رو پوشیدی. حالا چی شده که نمک نشناسی میکنی یا حرف از طلاق میزنی؟ خودتون دلیلش خوب میدونید بابا. گفتم ساکت شو. به جای این که ببینی خودت چه ایراداتی داری دست پیش میگیری که پس نیفتی. خجالت بکش و بشین سر جات. اون محبتی که به شوهر و بچه هات نشون ندادی به نوت نشون بده گلگون. سیران آه سیران.
خوش اومدی. خوش باشی عزیزم. چه خبره اینجا؟ بعد جوری ترسیدیم عزیزم ما نگرانتون شدیم. خوبی؟ چی شده؟ چی کار میکنی؟ سلام، چطوری؟ سلام. دخترم برای اولین بار عجیب ترین شب زندگیمونو تجربه میکنیم. دقیقا. ببین مثلا یه وقتایی ممکنه رفاقت با نفرت شروع شه. ببینید یه چیزی بگم، این فرید هست. فرید مرده، میدونید؟ مرد از حالا دیگه اون داداش خودمه. دیگه داداشمه. آره. ای ولدری داداش جونم، دمت گرم. دیگه فکر گذشته رو نکنیم دوستان. شاید قبل اینکه من بیام سیران پشت سرم یه حرفایی زده باشه، ولی اصلا مهم نیست. من چیزی تعریف نکردم، لازم نبود بگم، خودشون دیدن. عجب. داشت بلند میگفت فرید مرد و فلان، بعد که من حرف زدم همچین شد. به نظرت چرا؟ به نظرت چرا؟ گوش کن، واقعا مرد خوبیه، والا مرد خوبیه. بابا هر مردی اون صحنه رو میدید همچین واکنشی نشون میداد دیگه. دقیقاً. امشب دعوتتون کردم واسه عذرخواهی باشه؟ از تک تکتون معذرت میخوام. دخترم از شما هم واقعا معذرت میخوام، ببخشید. بشینین من برم براتون نوشیدنی بگیرم، حسابی خوش بگذرونین. امشب مستتون میکنم، صبر کنین. دخترا شما بشینین من میام. باشه؟ ببخشید میشه یه چند تا نوشیدنی به من بدین؟ تو با من بیا ببینم. بیا. چیه عزیزم؟ وایسا، چه خبرته؟ معلومه چی کار میکنی؟ ها؟ میخوای یه جوری تو زندگیم سرک بکشی با استفاده از دوستات؟ خیلی خوب باشه، دوستاتن خیلی خوبه. من بچه ها رو ناراحت کردم و آوردمشون اینجا از دلشون در بیارم، همین. در ضمن من که نگفتم تو بیای، خودت اومدی. من خوب میدونم منظور تو از این کارا چیه. نه خیر، نمیدونی. تو همیشه اونجور که به نفته برداشت میکردی و الان هم همین کارو میکنی. در ضمن امشب به تو مربوط نمیشه، به من ربط داره سیران، اوکی؟ عکسات پخش شده، حتما واسه اون جشن گرفتی. آره بابا، عکس‌ها رو پخش کردم، ولی چون آقا جونم پلینو آورده امارت مشکلی پیش نیومد. حتی از این کارم خوشش اومد، میدونی؟ چی شد؟ سیران مگه نمیگفتی برام مهم نیستی و فلان؟ ها؟ مگه وقتی منو بوسیدی بعدش نگفتی برات با بقیه فرقی ندارم؟ پس چی شد؟ اینجوری توضیح میدی؟ این جوابیه که میدی؟ اصلا به توضیح نمیدم، لازم نیست به خودم زحمت توضیح دادم بدم. خب آها، به هر حال خودت گفتی که منو دوستم نداری و هیچ حسی بهم نداری و این چیزا. چرا واسه کسی که دوستم نداره خودمو اذیت کنم؟ من خفت میکنم. شنیدی چی گفتم؟ میکشمت. شنیدی؟ الان داری منو مسخره میکنی ها؟ آروم باش. پسرایی که دیروز باهاشون دعوا کردی و اینجا دعوت کردی، فکرمون هزار جرف دیوونه عقب مونده. خشونت نداریم سیران. ببین زنگ میزنم پلیس بیاره، اینجوری نمیشه. تو چندشترین و پسترین مردی هستی که توی زندگیم دیدم. چی شده سیران؟ چی شده؟ گفتی ازم دور باش، منم فاصله گرفتم دیگه. نمیتونم واسه کسی که دوستم نداره زانوی غم بغل بگیرم که، شرمنده. پس این کارو نکن دیگه، تمومش کن. نکن دیگه، نکن. خب باشه باشه آروم باش. با ناراحتیت خوشی این آدما رو خراب نکن، باشه؟ حال این آدما رو نگیر سیران. ولم کن. بیا. بحثشون شد. لطفا شما دخالت نکنید، اونا خوب زبون هم دیگه رو میفهمن. باشه. ازت متنفرم دیگه، سر راهم قرار نگیر، به دوستام نزدیک نشو، کسی رو نذار منو بپاد. شنیدی؟ تموم شد. مگه تا حالا تموم نشده بود سیران؟
مگه خودت تمومش نکرده بودی؟ چی فکر کردی؟ فکر کردی رفتی پشت سرت یه عالم آوار به جا گذاشتی آره؟ ها؟ همه تو امارت کپکشون خروس میخونه، مخصوصا اون خواهر جونت. چه فایده سیران؟ عصبی شدی، هر چی خواستی گفتی و رفتی. چی شد آخه؟ هیچی. دستم درد نکنه، هر روز یه گند جدید رو میشه. من همینم، همیشه همینجوری بودم سیران. خیلی احمق بودم که سعی کردم به خاطر تو عوض بشم، چون خودت اصلا عوض نشدی. تو هیچ وقت قبول نکردی که عوض بشی. میدونی خواستت چی بود؟ فقط دلت میخواست بتونی تغییر کردن منو ببینی سیران. واقعا برات متاسفم. میدونی چقدر آدم چندشی هستی نه؟ تو اون دختر رو حامله کردی، بعد میای با پرروی جلوی من این حرفا رو میزنی. مگه چیه؟ چیه؟ اینقدر شنیدن حقیقت برات سخت سیران؟ ها؟ مگه تو نیستی که هی بهم میگی که خطاکاری، دروغگویی، چندشی؟ اینا رو نمیگفتی؟ حق با تو بود دختر، حق با تو بود. حالشو ببر دیگه. تصمیمتم گرفتی و از زندگیم رفتی بیرون. تموم شد، تموم. الان چرا عصبانی میشی آخه؟ چون تموم نمیشه، نمیگذره. عصبانیتم نسبت به تو تموم نمیشه. بگم خدا چی کارت کنه؟ همه چی رو خراب کردی، ما رو از بین بردی. نگو تو رو خدا، واسه یه بارم که شده با خودت رو راست باش سیران، رو راست باش. بابا جون حقیقت رو بگو. دنبال بهونه نمیگشتی؟ تا تقی به توقی میخورد از زندگیم نمیرفتی بیرون؟ ها؟ تحمل این زندگی رو نداشتی. تو شخصیت واقعیمو هیچ وقت قبول نکردی، هیچ وقت تحملمو نداشتی سیران. تو خود واقعیمو هیچ وقت دوست نداشتی سیران. کی خود واقعی تو دوست داشت؟ هلو دوست داشت؟ ای بابا دست بردار. تو هم هر دفعه وسط بحثمون اسم اونا میاریش سیران. بی خیال شدی که بسه. من چی دارم میگم دختر؟ میگم راستشو بگو. تو همش میخواستی من فرید دلخواهت باشم، میخواستی فرید رویاهات باشم که باهاش کنار میایی و همه چیزش باب میلته. روزی که دیدی فرید واقعی با فرید رویاهات همخونی نداره خواستی ولم کنی و بری سیران. دروغ میگم؟ منو به چه روزی انداختی؟ نه، اشتباهه سیران خانم. نه، در اصل خودت ما رو به چه روزی انداختی. فقط یکم سیران، یکم وای میستادی و به حرفم گوش میدادی، همه چی رو برات تعریف میکردم. هر کاری از دستم برمی اومد به خاطرت میکردم سیران. ولی نه، سیران خانم چی کار میکنه؟ دقیقاً کاری که الان میکنه. اصلاً گوش نمیده. سیران خانم اصلاً قبول نمیکنه. سیران خانم تعمیر کردن بلد نیست، فقط بلد خراب کنه و بره. برای اینکه سیران خیلی زن قوی و محکمیه، خیلی. دم شما گرم. فرید، یه سوالم اینجا پریدا بدین. پرید، بریم یه جای دیگه پیدا کنیم و اونجا حسابی خوش بگذرونیم.
سیران میای بریم خونه؟ بقیه چی؟ اونا رو ول کن. فرید براشون حساب کرده، تا صبح اینجا موندگارن. بیا دیگه ما بریم. خودتو ناراحت نکن عزیزم. به آدمامون بگو همونجا منتظر باشن. بچه‌هارم برسونن خونه. باشه. بهشون پیغام میدم. الان کجا باید بریم؟ برو امارت. حوصله ندارم. فقط بلد ضد حال بزنه. میدونی چیه؟ سیران خانومو باش. هر چی از دهنش میاد بارم میکنه و میره. توقع داره منم مثل سنگ بیفتم دنبالش هی التماسشو بکنم. آره؟ همچین چیزی نداریم. خودتو بذار جای دختره. باشه. شاید تو هم تقصیری نداشتی ولی خب اونم حق داره. ای داداش ببین من سعی کردم که یه جورایی درستش کنم. اگه بهم اجازه بده هر کاری براش میکنم. آبدین هر کاری میکنم ولی اجازه نمیده. نمیفهمه با حرفاش چقدر قلبمو میشکنه. فقط بلد زخم زبون بزنه و همه چی از دماغ آدم در بیاره. همینو بلده. داداش من، آدم ارزش یه سری چیزا رو دیر میفهمه. قبول کن. با این حرفا دل همدیگه رو نشکنین. منظورم با هر دوتونه. این که تو بحث عاشقانه بخوای دنبال مقصر بگردی کار اشتباهیه. میدونی واسه چی؟ آدم از درد جدایی چنان ضربه هایی میخوری که دنبال مقصر گشتن فایده ای نداره. اونقدر آدم رو داغون میکنه که حد نداره. داری چی کار میکنی؟ معلوم نیست. دارم میرم. میدونی بعدش خودت برمیگردی مگه نه؟ میبینی. دلت نمی اومد از امکانات بابام دست بکشی؟ چرا ساکت موندی؟ یعنی اینقدر برای سخت بود از کرهان بودن بگذری؟ تو ساکت موندی تا این رفاه و راحتی از دست ندی گلگون. بفرمایید آقا اورهان. بهش نگی داریم کجا میریم؟ الان توی اتوبانیم. متوجه نشدم. ولی آقا اورهان چشم قربان. چرا وایسادی؟ خانم من نمیدونم چطوری بگم. بگو. چی گفت اون مرد؟
گفت که شما رو پیاده کنم. چی؟ من بی تقصیرم خانم. گفت اگه پیادتون نکنم اخراجم میکنه. مزخرف نگو هاکان، مگه میشه؟ لطفا را بیفت، منو برسون هتل. گلگون خانم لطفا مقاومت نکنید. آخه چطور خواسته این کارو بکنی؟ تو چطور این کارو با هم میکنی؟ واقعا شرمنده ام. چمدونمو بهم بده. چمدونم تو ماشینه. ای بابا، چی شده؟ مامان فریده. الو مامان گلگون. مامان گلگون خوبی؟ چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ نمیدونستم به کی زنگ بزنم. نمیدونم چی کار کنم. سیرا تو خیابون آواره شدم. چی تو خیابون موندی؟ نمیدونم چی کار کنم، کجا برم. باشه من کمکتون میکنم. باشه الان مامان گلگونه، لطفاً آروم باشین. من براتون یه لوکیشن میفرستم، میتونین بیاین اینجا؟ من پول نقد ندارم، کارتامو اورهان مسدود کرده. باشه شما از یه اپلیکیشن یا ایستگاهی که نزدیکشون تاکسی بگیرین، بیاین اینجا، ما حساب میکنیم. باشه منتظریم. میگم اجه، واقعا معذرت میخوام. واقعا میدونم مزاحم شدم، ولی مامان فرید تو وضعیت بدیه. یعنی میشه تو کرایه تاکسی رو حساب کنی؟ بعدم بهت میدم. حتما سیران، آروم باش، حساب میکنم. خیلی ممنونم. لوکیشن رو بفرستم. باشه بفرست.